پس از جنگ ایران با اسرائیل صهیونیستی و دخالت مستقیم آمریکای جنایتکار، نظر و باور اکثری مردمان غرب بالخصوص اروپا و آمریکا عامشان دیدگاه و باوری از اینها تغییر یافت. اونا به حقیقت پی بردند، اونا حقیقت را درک کردند و مکر و شیطنت و دسیسه‌ای که از طریق رسانه ها بر علیه مسلمان ها این غربی ها میکردن و اروپا و آمریکا میکردن، ملت عام اینها فهمیدن که این همش دروغ است. قبلا برای از اینها سالهای متمادی گفته شده بود که مسلمان ها تروریست است، مسلمان ها دهشتگرد است، مسلمان ها قاتل است، جانح است، مفسد است. هر صفتی زشتی بدی که بود برچسب مسلمان ها میکردن و مسلمان ها را اینها تخریب میکردن و مسلمان ها را بد جلوه میدادن. اما الحمدلله که مکرشان بر بالای خودشان برگشت. اینها مردم عامشان امروز درک کردن که اصلا تروریست مسلمان ها نیست، اسلام نیست، دهشتگرد مسلمان نیست، قاتل مسلمان نیست، مفسد مسلمان نیست، بلکه رهبران خودی از اینا هست. کسانی که در اریکه قدرت در حکومت هستند خودی از اینا دهشتگرد و تروریست و جانی و قاتل و مفسد و اینا بدبخت هستند که به خاطر منافع شخصی خود جان هزارها انسان بیگناه از ملت خودشان و از ملت های دیگر را میگیرند. بلکه مسلمان ها